الو سلام هم بجین خوبی؟ میگم هم یک پا بیا تا سلاما. نه هیچ خبر نیه، تو یک بار بیا. کار دارم، کار عاجلی. خب بیا خداحافظ. خب خوش ندارم که خبر کنم. من خودی مادر برا خو راحت من باشم. خب چی گفته این خبر کنم؟ همین یکی نیه بگه. این مرد بیعقلم اعصاب من خراب کرد. قرآن خدای چی جور آدمی هستی؟ بله بفرمایید. سلام. خوبی؟ سلامتی؟ سلامت باشی، زنده باشی. یا خوشحالی؟ باشو. چی گپ بود؟ چی خبر بود؟ هیچی هم بجین. همین گپ میمونی بود. خب آخه شما زنشوی چرا ما راحت نمیگذارین؟ صد جنجال سرمه بکرده، صد سرصدار بکرده که اگه برار موزم برار من نباشم من نمیام. خب من همین مادر خو گفتم برارا گفتم خودی زنکا اینا. میگه چرا برار موزم برار من نگفتی؟ تو هم مدام سر سفره نشیشتی. گفتم خالی یک بار یادن خبرم نمیکنه دیگه. من چیکار دارم به زندگی تو؟ من مادر خواهر خبر میکنم تو خبر نمیکنم. من هر دفعه مادر خواهر گفتم تو هم بگفتم تو هم به کنار مادر خواهر میبشی. من هیچ پیت پینومی ندارم مثل تو بری. تو هر کاری که میکنی بدون شوهر خود پیت پینو. همین یک دفعه من میمونی گرفتم شما نگفتم. یک دفعه چی صد دفعه؟ من اگه کوچکترین کاری دارم تو رو بلند بالا میشونم به خاطر فامیل خود که میگم عزت احترام ابجین به بالا باشه. تو که نمیفهمی من چه کار کنم؟ مال اوسلی گپا ندارم. بری براشومه بگیم زنگ زنه همین برار خو نصیحت کنه که اصلا خراب که اگه برار موزم برار من نباشم که به سر سفره نمیشینم که من چون راست گفته. من هیچ اجازه نمیدم که شوهر ببره که تو برو هم بجین خو بکن. من خودم اول طور زنگ میزنم با تو میگو بعد به مادر خو خوارا خو میگو. حالا من این گپا کار ندارم. زنگ زنیم نصیحت کنیم که آروم شه. حالا چی گپ شده که من برشو خو زنگ زنم؟ هیچی. شوجان شما زنگ زدن به برار خو که چری ما خبر نکردین گله بازی. من چی خبر دارم؟ که شیمه به کجا زنگ زده به کجا زنگ نزده؟ من چی کار دارم به کابرا رو اختیار خود دارم؟ خوب خود خورم که بیخبر میگیری هم بجین که اصلا انگار من خبر دارم. هم بجین جان اگه به خاطر نون بود من یک مش نون میاردم و در سرا شما یک زد جنجال به پا نمیکردی. ای برو بمار من منتظر لقمه نون تو نیا. من عقب نون نبردم به سفره خود تکندم این اولاد تو سره بدبخت بیچاره. بله معلومه که کی مجمنونی ری کنو. تو چند مجمنون میگه میشه به تو ری کنو؟ اما دخواه تو سیشه. بله اگه نمیتونی کار کرده 10 مجمنون میشه قطار میکنم با تو. ام بچین جان شما اگه به خاطر نون نبود چرا بس جنجال به پار کرده؟ به خاطر معرفت تو بود، به خاطر کمال معرفت تو. گفتم برای تو که من مادر خو خبر میکنم اول طور بکنم سفره خو میشونم. نگیم از این نمیگم از این ببر. نگیم اصلا من نمیام. اصلا نمیگم تو که گوش نه. این مرتکر به سر بگم کردین که چیکار شه؟ دل شما یخ کرد. خوب کاری کردم. چشم تو گوشه همینه که هست. برو من معلومه از این بچه کار میکنم. صبر بدین. برو تو چرا جنجال کردی؟ چی گپ؟ خیر باشه غمی نداره. ما به خدا اگه میفهمیم که جنجال به پا بشه هرگز خدا زنگ نمیزدم. همینجا زن ما بیام اون گفتم که شما خبر کردم گفتم چی گپ بوده؟ گفتم چون میشه برار تو اینا میمونی دارم. من خدایی چیزی نگفتم غمی نداره من لازم ندیدم چی ندیدم. خب بازم اینجا زن میگفت که سیکو که تو احترام نگیرتم بخی من به جین خدیم مشکل داره. ولی تو احترام نگیر. گفتم باشه که زنگ بزنم شما بپرس. برار شما با حق داره سرمه برار کلونی. آخه چرا همیشه قوم خیش از این میایه عزت و احترام میکنم خیال میکنم برادر من خیال میکنم بچه خاله و دختر خاله به ما همه فامیل از این عزت میکنم چرا به من که مرسه با برار و قوم و خیش و اینا چرا ایت کارو بکنه چرا ایت بی عزتی کنه برار من حساب من خراب شد دیگه سکو همین میمونیر گرفتی همین مردم چی میگن میگم یک براری داره سکو با کناری و نیه من خوش نبودم که بیت جنجالی بشه بیت جنجالی تو جنجال کنیم. سلام چی رفتن؟ خیلیت خوبه؟ سلام خوبه تیار خوشحاله باز بس که جلوتر زن تو زنگ زدی بزی یعنی هم برفتی دارم بگم تو چی زنگ زدی برای از اینا؟ آقا جان من میدونم که تو دیدم حساب تو خراب شد گفتم باشه برار خوب یک پرسیدن میکنم که میمونی داره یا نداره میمونی داره بابا چی خراب تو چی زنگ زدی؟ بازن شریتی از این خان نندختی میگم برار من حق داشته که زنگ زنه حق داشته که به کنار ما باشه چرا میمونی باشه خانواده من نباشه خانواده از او باشه کسی که عزت احترام به خود کنونی خود نمیفهمه
باشه نگاه میکرد نمایی که بیا خزه بیا بسر سفره شما بشه اما با مادر خانم لقمه نونی چه رقم خورش میگه من بخواستم یک سنگیه بدیم درست کنم خانم جان حال خیره غمی نداره حال چی گپه بخی مال خبر نکردم مال نمام که این بران موقعات طلاق باشه برو جو برو با خونه خو نه. سر سفره خو بشی هیچ غمی نداره ما گفتم برار ما زن برار ما نباشه به سر سفره ما به سر از سفره نمیشیم نه بری خش خوص ناشما نمینا نه. برا بی برا زن برا بی زن برا خش تا جایی که اونا باشن ایستابه از این به بعد دیگه نیمانی هم شما بابا زن چرا که پای بیعقلی میزنی دپا بیعقلی میه. پرال دور با خدا خب ما چکار کنم هم شما بگین همه میشه که برار ما بیا عزت و احترام نشه به چی خوردی از اونا بخونیم بیا عزت و احترام شه هم شما بگین خود شما مگر یک گیری همین تو که بی‌احترامی بکنم ما شما میکنه شما بی‌احترامی کنی خب من دیگه اون سفره و خونه و زندگی ریاله کنم گفتم این میشه خودی همون عروس همین گفت بشینیم یک کار مایی بکنیم همین من بیام با خود شما من عزت احترامی که رو مری از مادر خودی که میگم من هم بجین خو میگم همین اکی هم بجین به خوار خو میگم هم بجین خو میگم حالی ما باید اکی بشینیم اختلاط کنیم خواهیش اختلاط کن جادوگریم دیگه دوزه از اون خونی تو می جانمی برم خونه نانی خود 24 ساعت سر رو جادو میکنه چی اینو کنه گره میگم گاهی وقتا می تعصب ما بخونه و میگرده حتما راست میگم همین گپ هست دیگه بران جان میکنه اوقات خود تلف نکنین دیگه این زنای هم میفهمید حتما یک چیزی بگفته بزی یک چیزی بگفته حالی اصاب از هم خرابه برو من قرار من سر سفره کاسه خب بشینک مقبول لذت خشا خورم بکنم بعدا به قصی ما نشو خیر باشه ما از این بعد میفهمیم که اگه مادر خواری آمد یا من بجین خود نمیگه نگه دیگه وقتی گویا میتونی به احترام به خود دار نه به کلان خود این مجبور میشاله ولی من نمام که ما بین ما دو تا برار خدا نخواسته واسه یک لقمه نون که گپه باشه برادرم یا مگر تو سر همین سفره بشی یا دیگه من سر همین سفره نمیشی برار جو چرا تو گپا میزنی تو حالا کم خیلی برشون شما بخوزن بریم به سر سفره خب بشینیم از میمونه خب پذیرایی کنیم مقبول بگیزه با برز خود شما گپ میزنید حالا دیگه برشون جا باز اندال خوبیشه بعدش زن شما میندازه به خانما میگی زنشون کردم زندگی من خراب کردم بیا از این همیشه میتونه یا زن برار خوب من نمیکنم اصلا نه تا شما نباشه به سر از سفره منی برار جان چرا تو گپا میزنی بفرمایید یالا سلام السلام شما خوب خوبه جان خیلی رسیم جان خوش آمده شکر زنده باشین سلامت باشین نگو چرا به میمونی نماده نیه که کجا گپ نیه مشکل نیه زنشوی بین خود کمک یا با تلخی کردن میره پس برامه آخه ایشته گپی نیه خودمات خوبه کردم این غم نمیشه آیه غم نمیشه اما گناه خوار شمانه چرا 24 ساعت قوم و خیشی و کنار سفره منه خب این شب میمونی گرفته انسان عروس شما خبر کرده خوار زن برار من نگفته ما همین واسه حساب نه چرا خیر باشه یار بود دمات خوبه کردم اگر این میمونی به خاطر منه که ما دیگه بشه یعنی تیرم از این میمونی بخزیم بریم به خونه خو شما برای خمیر بسم الله الله که ما از این میمونی تیرم نه خواهش میکنم خبر کردم این گپا نیه شما خبر کردم نه دیقیت به خاطر میمونی مای بشه چرا دیقیتی دو برار نه ما برار تا شما سر سفره من نباشه من آدم سکنه دمات خوبه کردم انا شما برار هستین یار من از این میمونی تیرم انا بسم الله شما میمونید واسه شما گرفت آخه واسه ما گرفته دیگه ما بشه بین بین برارا شما برای ما برای خدایی میکنم بسم الله من برفتم خدا حافظ یار تیر از میمونید نه باشه نه نداره دیگه برار ما میایم برار سکر از اینکه خدای نخواسته جنجال کلان ترشه اوقات تو تلخ شه برو میگه سنگ سنگین من سر سفره در خوب بشینه باز ما بخیر دفعه دیگه همون بدون خبر برمیخوام خود زن خو میاریم برای من به احترامی که شما کلانترین چشم من میرم همین گرور خود مشکنم میرم با سرم سفره میشینم ولی باید همین زن من بفهمه که من به قوم احترام دارم و هم داشته باشه خیر باشه آنی باشه میرم خاطر شما که شدم میرم سلامت که همین میره نومم نره خیر بینی خداحافظ بخیر خیر بینی که من نصیحت کردی زنده باشی بخیر خیر باشه غم نداره برو بیا زن چکار شد برای شما زن زدید میترسه زن خوب کتر به خدا چی لکو رد گپ پیدا کنم یعنی یک میمونی نرفتن سه چی جنجال کلان با برا یک میمونی نرفتن میم مرد بعد عزت خود کدینده خوب بفهمم عزت بخزارم به چندی بزی زنشون عزت نخزارم خود تو عصیبت تم نکس
هم کم میفهمی که به تو بی‌عزتی کردم دیگه نگذار دیگه من هر کس که میای بخی خبر نکن صحیحه بفهمید از چیکار کنم. ما برار خورمای و هر وقت که میمونی داشتم برار خود زکه زنگ بزنم بیا وقتی گون نمیفهم به ذات احترام بین دو تا برار تا جنجال تیار میکنه هرگز خدا همون هم بجین نباش